تقریبا به سال 1878 و 1941 زنده بودک. در تاریخ نامش همیشه از یکی از جنگجوی بسیار مشهور است و پسان پایتخت خود ساخت به برزیل و استایل نو به نام جوجیتسو پیش آوردک، امرای فامیل گریسی. در 1920 فامیل گریسی چالش آزاد بر همگی میدادن و بردن، تا بالا هیچ نباختن و تکنیکای مایده را امرایش چی کرده بودن، یک جایی کرده بودن. سالات تیر شد و به سال 1908 چند تا برزیلیایی مایگریت کردن سوی امریکا و در مابینی 1990 یک آدم به نام رویس گریسی با چالش MMA و خودتان میفهمید UFC که بسیار مشهور شده، استایل برزیلیان جوجیتسو را مشهور کرد و پروف کرد که بهترین استایل است و بسیار چی داره، تاثیر داره. یک چیز دیگه که از باره برزیلیان جوجیتسو باید بفهمید که می کمربندایش فرق میکنه از تایکواندو و از کاراته. البته سفید است رنگ اول، بعد از او آبی است، بعد از آبی یاسمنی میاد که 4-5 سال ورزش کار داره، بعد از او نسواری میاد که تا 5 تا 6 سال ورزش کاری باید بکنه آدم. بعد از سیاه میآید 8 تا 9 درجه از کمربند سیاه و آخر سرخ میآید. سرخ بسیار مهم است، تنها برای گرند مستر است و تنها کسی که افتخار داره یک گرند مستر مثل کارلوس گریسی میتونه داشته باشه. عالم برزیلیان جوجیتسو 3 کاتگوری داره و هر کدامش سپورت میکنه یکی دیگه خدا. یکی است به نام والی تودو و این یک جنگ کردن آزاد است و دو رقم استایل است. یکی است که مثل کشتی وار است و دیگهش امرای جنگ کردن آزاد. یکی با لباس گی و یکیش بی لباس گی. و چیست که امیال فعلا مشهورترین چیز است. یک کلیپ داریم از میمان ما که نال میآید، میخوایم که براتون نشان بدم. خودش وطندار ماست و در سن دیگو زندگی میکنه، نامش نثار لویناب و میخواستیم که یک کلیپ براتون نشان بدیم. خب این آقای نثار بودک. پیش از که آقای نثار رو به تلفن بیاریم میخواستم که یک چند حرف بزنم. هفته پیش آقای اعظمی آمده بود و